به 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 به، سلام علیکم. صفای وجود شما رو خریداریم. چراغ دوستیتون حتی قبل از ادیسون هم تو قلب ما روشن بوده و گفتم روشن، یاد این رادیو افتادم که پیش پای شما روشن بود. طرف ناکس میگفت بنزین به صورت آزمایشی شده 27 تومن. یعنی شمایی که آقای ما باشین یه باک ناقابل بنزین بزنی میشه چقدر؟ 1,620,000 چوب. حالا حقوق کارگر چنده؟ 3 میلیون. بعد این یارو رئیسی ناکس نیششو تا آنگوزمانش باز میکنه، میگه خدا برکت بده ایران هیچ وقت ونزوئلا نمیشه. بابا ونزوئلا پیش این مملکتی که شما آخوندهای نسناس درست کردین یه چیزی اونور نروژه. والا خدا پدر اعصاب کهف و بیامرزه. اونا خوابیدن بیدار شدن، یه 300-400 سال طول کشید دیدن قیمت ها تغییر کرده. اینجا بخوابی نخوابی، روز باشه شب باشه، همش قیمت ها تغییر پیدا میکنه. ببینید کار به کجا کشیده که سریلانکا گفته به جای پول نفت میخواد به ایران چایی بده. به 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 به، پشم و انبه کم بود، چایی هم روش. یکی نیست به عظما بگه آخه قدرت اول منطقه، آخه ای سومین قدرت موشکی جهان، ای 18مین اقتصاد برتر دنیا، ای کوبنده پایگاه عین الاسد که یه نفرم توش زخمی نشد، ای انتقام گیر سخت از هواپیمای خودی، ای سازنده 8 نوع واکسن کرونا، ای تنگه هرمز ببند، ای آمریکا تحریم کن، ای نفکش رنگ کن جای ناو جنگی، ای سازنده مستعان، ای فرستنده میمون به فضا، ای اسیرگیر سرباز آمریکایی که بعد میخوای نفری 1 میلیارد برفوشیش، ای غنی کننده اورانیوم، آخه ای شفتالو. بی زحمت یه چند دقیقه قیمت این دلار لامصب و ثابت نگه دار. البته افزایش قیمت دلار زیاد توفیری به حال ما نداره. ما قبلا باید یه 200 سال کار میکردیم که یه فسقل خونه بخریم. حالا باید 250 سال کار کنیم. این لامصب ابرام دراکولای 6 کلاسی هم که هر مشکلی رو بهش میگن میگه تازه اومدم ایشالله به مرور زمان درست میشه. یکی نیست بهش بگه نسناس تنها چیزی که به مرور زمان درست میشه ترشیه. والا به خدا. الانم که با بحران کمبود سلطان مواجه شدن، دلار رفته تو کانال 30,000 تومان، سلطان ندارن اعدامش کنن. لامصب چقدر ویز ویز میکنی؟ لاکردار یه رو به همینجوری داره بالبال میزنه. عجب نیم کلاجی گرفته ها. حالا اگه ما بدبخت بودیم تو سربالایی 3 تا صفحه کلاج سوزونده بودیم. خب کجا بودیم رفتیم توی باب مگس؟ بله بحث اوزی بود که زیر فشار یاتاقان زده و پلاتین چسبونده. اونم باز همینطوری گیربکسش رو پیاده کرد که دیگه واسه ملت انقدر ویز ویز نکنه. قربون شما.